یه شبایی هست که ساعت میشه 3 نصف شب، همه خوابن اما تو هنوز بیداری. زل زدی به سقف، غرق فکرها. اونجا دیگه هیچ آهنگی آرومت نمیکنه، هیچ پیامی هم حالت عوض نمیکنه، حتی اشکت هم خسته است. یه جور خلأ عجیبیه، نه امید داری نه ناامیدی، فقط معلقی وسط هیچ جا. میفهمی چی میگم؟ همون شباست که بیشتر از همیشه دنبال یکی میگردی که بگه آره میفهمم چی میگی، ولی پیدا نمیشه. نمیدونم، شاید تنهایی همیشه دشمن نیست. یه وقتایی معلمی که یاد میده چطور رو پای خودت واستی. شاید تنها راهیه که بتونی خودتو بشناسی.